فیلم فردین است که می درخشد، فردین است که شما را مشهور می کند، فردین است که به قالب شاهنقشی دیگر فرو می رود و بر شاهکارهای فراموش نشدنی خویش می افزاید. فردین نامآور بزرگ سینمای ایران به نقش یک آزاده، یک انسان، یک مرد در کوچه مردها. مادر یا تو مال من میمونی و درد پسرتو به دل و دوشت میکشی و لب باز نمیکنی، یا شیرتو حلالم میکنی و میگه علی از پیشم برو. در زمینه از غرور و اشتباهات گذشته، در کنار دورنمای از زندگی دیروز، با فیلم بر یک داستان چون بمبی هیجان پرده سینما را همراه با قلوب میلیون‌ها تن تأثیر میکند. کش ماجراها و در میان قلب‌های انباشته از کینه و نفرت مردمان دیگر، دو مرد جز یک دوستی عمیق، جز یک کسانی که این دوستی و صمیمیت را سد راه امیان خود می‌دیدند و برای گسستن و بریدن رشته‌های دوستی آنان به هر حیله‌ای دست می‌دادند و هر حادثه‌ای می‌آفریدند. بزن نامت تو رو کشتی یا نه؟ صبر کن آقای بلبل، هنو تموم نشد. کوچه مردها، فردین نامآور بزرگ سینمای ایران، در اوج هنرنمایی و در اوج شاهکاری بی همتا. کوچه مردها، پوری بنایی، ستاره زیبا و هنرمند، امین امینی، هنرمند با ارز سینما، و ایرج قادری با یک ایفای نقش بی‌نظیر، همراه با ثریا بهشتی، اکبر هاشمی، نرسی، ایران قادری. کوچه مردها، فیلمی به کارگردانی سعید مطلبی. کوچه مردها، افقی جدید در داستان پردازی و فیلمسازی. کوچه مردها.